فهمیدم از محمد میرا پاتشکوی من بسیار استفاده میبرم نوزده نوزوی اکای کریم با نخی از اون وقت خمرزی کپا میکنی لوبلینا یکم اتاش دست چا یکم خود بدرون زکاس کنین برای زکاس کردن داینم نمرو ابرشات کنین با نرخی ارزونه ای بچه ای پوموندگی خود نو реклама کنی خیلی реклама گفتی نه реклама کردیم پاتشکوی باید استفاده میبرن این چیزا رو کیمت من خاک برادر عزیز خودت یک آدمی اویلادور فرزنددار شدی الحمدلله رب العالمین اما دیگه چی بگم تو برادر عزیز تو میخیزی یک چیزی که حرامه میگیری کلامش میکنی میگی نوسوی اکای فلانی اخی چی خیز برادر عزیز تو یک چیز توصیه بودی که چیز خوب باشه در یک ویدیو میبینی یک گپای سوز میگی در یک ویدیو درنگ امو چیزا رفتار میکنی اخی قطعی با اونو یا دختر دیگه وجا реклама میکنین خطونه میسو ای بالا میدونین با نام خدا یک کم ترنگ ناموس کنین مسلمانین اگر نزدی الو چی جواب میگی برادر عزیز بگو مرا چی جواب میگی دست خبیدن یا دختر خودش حرام ممکن نیست تیمبولی قطعی میگردنش مو ویدیوش مو رو ما دیدم بوار که نکنین خیلی با نام خدا ای الله بترسین اخی نو سبی پیامبر مو چی میگه میگه لا ضرر ولا ضرر میگه از چیز زلال نبی و با کسی زلال نیور میگه اوی خود دا زلال میوره با دیگران دا توسط دوستی که دیگران زلال بینن خب چی در گروه میخته گناهگار میکنی و چیزی حرامه در دیگه آدم توصیه میدی الله بترس برادر عزیز این کار هیچ وقت نکن چی اخیر خیومه چیده یک گوم ممی توجی که بلوگیره یک مردم ندیدم که یک گپی خوب سخن خوب بزنه ببرویه بگرده مقصد نشد دینی الله نشد پیامبر مثلا چی خوب گپ زنه همه می پرانک رو مثلا ای پریکول و دیگه هم نغمه بی‌معنیگی شده گیده الله بترسین برادر عزیز نکنین یا سخن خوب گپ زنین یا سخن الله و رسول گپ زنین ثواب یک نامه اعمال دبر و امو ان شاء الله که با روز قیامت دست یارد میشه امو ایم گپای بیزبتونه الله بترسین کارتون هیچ وقت نکنین برادر عزیز توصیه من میه الله هیچ تون کنه سلام علیکم و رحمت الله